لهجدی نوبکار پران آنها را زودتر پران. الو نجیب سردار با مقاومت کردم. چیا میگویی؟ در کجا؟ در راه کمربورگاه پسر بیاید، 2 نفرمون مردن. چی شد سردارم؟ در حال برآمدن در کار. ماشینی که ملکه رو میبرد با اون حمله کردن. چی؟ شما باید ملکه خانم، شما برایید. نهایت با مقصد رسیدی ملکه. در جهنم وا میخوریم پیکاس. اول تو رفتی برای من هم جای بگیر. جناب حالا پلیس ها اینجا میشوند، بهترش از اینجا رویم. میلش. ملکه مرده است؟ سردارم با کی زنگ میزنید؟ با یگید خبر دادن لازم. لابای سردارم. با تو خبری ناخوشی دارم. ملکه. چی شده است با ملکه؟ وقتی که با محکمه میرفتن بچه ها هفتیدن. این چه جای ناخوشی داره سردارم؟ ملکه زنی رسمی توست. فکر کردم که شاید دانستنت لازم. جای فکر و نگرانی هم نیست سردارم. او برای من دیگر وجود ندارد. یگید چی شد؟ یگید تو رو میگویم. نجیب سردار چی گفت؟ هیچ چیزی مهم نبود. پیشگاه را یافته توانستی؟ همه اطراف را از نظر گذراندیم، پیدا نکردیم. بگو منم را از اینجا دور بردن. تو خوب هستی؟ بد نه، خوبم. زود باشد زودتر. با دقت آهسته تر. با دقت تر باشید. بله بردار. وضعیت حالش چی است؟ زخم برداشته است. زود به بیمارخانه بردن لازم. پلیس ها چی؟ همه هاشون شهید شدند. این دوتا در اینجا است. من به بیمارخانه میروم. میلش سردارم. آقای نجیب. خاموش باش ملکه. حرف نزن. به بیمارخانه میرویم.
بگویید من میمیرم. انشالله نجات میابی. من خیلی خطا کردم. شما از من نفرت دارید. ببخشید التماس. پشیمانم از کارهایی کردم. پشیمانم. ملکه خودت را مشغول نکن. با یگید خبر دادید؟ با فکرم که تو خبری بده شنیدی. برای همین گفتن نمیخواهی. با ملکه سوء قصد کردند. یعنی مرده است؟ نمیدانم. تو میروی؟ نمیدانم. کی حمله کرده است؟ اینش را هم نمیدانم. اگر خواهی همراه رویم. حقش همین بود. با کجا میروی؟ نمیدانم. آقای نجیب، میخوام یگید رو بینم. التماس. وقتی که خوب شدی میبینی. من زیاد نمیشوم. کس مردنش رو میفهمیده است. با زنگ زنید. التماس. مایلش زنگ میزنم. باز چی شد سردارم؟ حالا با ملکه به بیمارخانه میرویم. به بیمارخانه دولتی عمرانیه. چی خیل؟ حالش خوب است؟ یک چیز. وزنین است؟ بله بسیار هم وزنین. یگید تو را دیدن میخواهد. تصور کند که من در آن جایم. او میآید. میآید. نگران نباش. چیکار کردید؟ از ملکه خلاص شدید؟ مرده رفت. آها. از این دختر خلاص شدنمان بسیار خوب شد. سگار چی خیل؟ کی به خود می آید؟ امشب یا اینکه پگاه سحر؟ مرا می شنود؟ بله، اما جواب دادن نمیتوانند. جناب، اگر مرا شنوید یک خبری خوش دارم. هنگامی که به محکمه می بردن او را نیز کردیم. از ملکه تماما خلاص شدیم. ما بازگشت شما را انتظاریم. این خبر او را زودتر صحت میکند. با این تمام نه. خبر مرگ او را به یگید می رسانم. انا این خبر او را تیزتر به پا میخیزاند. تستر راجینم فراره تستر. زودتر مدیقت باشید. زودتر فراوردیم. زودتر گیرید بچه ها. در حال جراحی رو آماده سازید. خانم رو جراحی کردن لازم. زودتر درارید. التماس راه دهید گذاریم. یگید زودتر گفتم، زودتر آخیر. از نزدم دور نشو. التماس. میترسم. کاری زود باشید، زودتر. مرا ببخشید. التجا میکنم ببخش. آرام باش. شما اینجا ایستید. خوب شده است. ایستید. من زنده نمیمانم. با شما گپ زدن ممکن نیست. در نزد تو گناهکارم. خیلی خطا کردم. پشیمانم یگید، پشیمانم. چرا این طور کردی ملکه؟
برای چی؟ پشیمانم. میدونم که پشیمانی سود ندارد. دستم رو سر نده. التجا میکنم. دستم رو سر نده. مرو ببخش یگید. من تو رو دوست میدارم. بمر جان داد. همدردی ما رو قبول فرمایید. چی شد سردارم؟ ملکه چی خیل؟ او رفت. خداوند خطاهایش را ببخشد. یگید با کجا؟ چقدر عذاب کشیدین آدم سردارم. چه ملکی نکنی. خیر هم شر هم از جانب خداوند است. صبر. از درد و بلای ملکه خلاص شدیم، اما از بلای بزرگ یگید نه. اساس با او چیکار کنیم؟ یک نظر کنید جناب ما را به کدام احوال گرفتار کردند؟ نگران نشو مینیک. اکنون نوبت یگید آمده است. با او چنان میکنیم که از زندگیش پشیمان شود. بجد با من بیا. یک دقیقه پیکاس. یک چند عملیات ما را انتظار است. بیست به ما حمله میکنند. یک تا آدم های ما را دستگیر میکنند. خوبترش آن که الحال مسئله یگید را به تأخیر گذاریم. حاضر تو نگفته بودی که با یگید چی باید کنیم؟ نفهم، اما او از مسئله های دوای ما مهمتر نیست. مهم بودنی چی را تو به من یاد نده. رفیقان آرام باشد. برای چی با یک تیر دو نشان نزنیم؟ مثلا چه خیل؟ گوش کن. اگر یک گروه تروریستی در دیدبانگاه بمب گذارد و این بمب ترکد، انسان‌های بیگناه مرند چی می شود؟ در دیدبانگاه؟ نه، در نزدیکی هایش. عالی جناب می شود. انا ترور به شهر تشریف آورد. اگر به یگید خبر دهم که در یک جای بمب گذاشتم، آمده تسلیم نشوی، پس چی می شود؟ فهمیدم. این خیلی جالب است. یگید برای نجات انسان‌های بیگناه دویده می آید. علاوه بر این باید همه واسطه‌های اخبار باور کنند که بمب را گروه تروریستی گذاشته است. مثل گفته تو می شود. با آنها می گوییم که این عملیات را قبول کنند. همین خیل نیب؟ چه خیلی که می خواهید جناب؟ اگر یگید تسلیم نشود چی؟ تا تسلیم شدنش بمب‌ها را در دیگه جای می ترکانیم. مثلا در باغچه کودکانه ملکه می ترکانیم. عالی جناب می شود. فاتح هم در آنجاست. نسلی مرد ایوین را رشکن کرده می پرتاییم. فرض کردیم که بمب ها ترکید، همه جای از خون پر شد، بسیار انسان های بیگناه عذاب کشیده جان دادن. بعد چی؟ چه می شود؟ این فرصت را از دست نباید داد. از هم مسلکان پیشینم یک دوست با نام ایلدیرای دارم. اول به نزد او میروم، به او میگویم که این کردان از حد گذراندن. از جای اساسیش میدارم. او به سخنان وطن دو تقسیم شده ایستاده است، طاقت نمیکند. کمی پول دهم کار حل می شود. در کوچه و خیابانها بهانه میکنند که کردها یگان عمل ناجا را انجام میدهند. اگر دستگیر شود برای پول این کار را کردم گوید. کردن گیرند. به منفیت ماست. میفهمند که این کار را ما کردیم و همه عملیات ها را به دوش ما میزنند.
فهمند که ما تا حال نمرده ایم، زنده ایم و پرقوتیم. در زیر دیدبانگاه بمبا روزنامه ها رو خواهیم دید که چی نشر میکرده باشند. پلیس خواب است مگر؟ در زیر دیدبانگاه بمبا بیگناهان به قتل رسیدن، حکومت چاره ندارد. حکومت چاره ندارد. شعر بر این سربازان داریم. باز پروتکل می شود، همه‌اش قانونی می شود. بزرگ است پیکاس. عالی جناب، تو را پسر خواندی پسرگار اعلان میکنم. کنی دهان دستی زیبایت را بایسته کنم. کنی دهان دستی زیبایت را بایسته کنم. من این دیدبانگاه را میدانم. پس وقت را نگذرانیم. خیلی بود آرام بودیم. عمل کردن لازم. آمین. گفته‌ات را اجرا کردم پدر. ملیکه را نکشتم و دست قانون سپردم. ولی عاقبت چی شد میدانه؟ 3 پلیس را هم کشتند پدر. بدان عاقبتی کار خوب نشد پدر. من اکنون راه دیگر را پیش میگیرم. بوبش که وصیتی تو را اجرا کرده نمیتوانم. فکر میکنم که همین راه اندیشیده هم راه درست است. در سن 17 سالگی نمازخوان شده، بعد گروه تروریستی سازمان داده به سر جمعیت چی بلاهای آوردن، کیها بودن؟ در اول حیران می شدم که چگونه شخصی نمازخوان به این کارها دست می زند. بعد فهمیدم که نماز و دین و شریعت برای این طایفه دامی تزویر بوده است که آدمان را توسط مکتب غیر رسمی ارکنکاندو گمراه می کردند. سردار آنها به دانشگاه داخل گشته انقلاب چی شد؟ در بین دانشجویان فتنه و اغوا می انگیخت. بعد حادثه های ناخوش دانشگاه حبس شده از گروه خارج شد، ولی باز هم او را بخشیدند و از نو به دانشگاه قبول کردند. دیگر رفیقانش جزا می گرفتند و او همیشه از آب خشک می برآمد. وظیفه دار بود که شخصان نو را گمراه ساخته از راه نیک برگرداند و با عملهای تروریستی صلح و آسایش وطن را خللدار سازد. با این راه همه رقیبان خود را یک یک از بین برد. همینطور در مقامات راهبری تنها پسر ارکنکاندو، پیشوا و چند از همدستانشان باقی ماندند خلاص. در حالی که باید سردار گروه از جانب پلیس حبس میشد، گماشته مخفی او را خلاص کرده یک منصبدار مقام بلند او را به خارج گریزاند. در مرافعه پسر ارکنکاندو عملهای مخفی و جنایت‌های صادر کرده خود را اقرار کرده بود. شخصان نامعلوم فتای نوار مرافعه را نابود کردند. بعد 4 سال انقلاب در وطنمان با دسیسه این قواهای تروریستی سیاهکار و دستگیری خواجگان خارجیشان ناآرامی و خونریزی‌ها شدت گرفتند. جوان 17 ساله با تزویر و فریب در نقاب نمازخوان چون سگ وفادار ارکنکاندو چقدر وحشانیت و جنایت‌های خونین صادر کرد. حادثه با مندرس رخ داده با دست یک دانشجوی انقلابچی کایا میمیگ با تخلص کیمچا با سفارش یک منصبدار والا مقام و نظارت شخصی پیشوای گروه عملی شد. پیشوا را 10 جاسوسان و جانداران مسلح حمایت می‌کردند.
با جانسپاری و خدمت این سگان وفادار دو سوی قصد ما علیه پیشوا به نتیجه انجام یافت. برای سوی قصد آخرین 1 تانه مواد ترکنده را استفاده نموده اطمینان داشتیم که نهایت وطن را از این بلا، از این حیوان خونخوار نجات می‌دهیم. بعد نیم ساعت ترکیش شادی‌های ما را تلفن ناگهانی و صدای ناخوش پیشوای گروه برباد داد. کایا مینیک و دیگر سگان بویگیر مساعدت کردند که پیشوا به جای حادثه دیرتر رفته بود. تا حال به عوض پاداش بلند سگان وفادارش جان او را از خطر نجات می‌دهند. همه امان پدری تو را بسیار یاد میکنیم. از کجا دانستی که من در این جایم؟ دلم گواهی داد که خیز رفتنت در کار بخیر است. آنقدر خبر خوب نیست. انا دید بانگاهی گفتگیم. بسیار خوب. بمب را در کجا میگذاری؟ در روبرویش تالای رسامی است. مکتب بچگان یک هیکل گذاشتن. همانجا معقول است؟ قبول دارم. هنگامی در درون بودن کودکان بمب باید ترک کرد. البته در پیش چشم پلیسان. بعد از آن نه یگید میماند، نه نجیب و نه امنیت. این بینمود کیست؟ افتش به درنده خونخوار مانند است. نامش بهجت، تروریستی که برای ارکین کاندو کار میکند. غیر سرداران گروه تروریستان دیگر یگان کس نمیداند که او در ارکین کاندو کار میکند. آخرین مراتبه در رشیدیه یک عملیات تروریستی را انجام داد. حالا باشد هدفش استانبول است. رسیل 7 سرباز ما را این بشرف به شهادت رسانده؟ پس با او چی باید کرد اکی ثابت؟ او را به جهنم میفرستیم. گراندن لازم. بله گراندن. باز چی شد سردارم؟ بگید مرا گوش کن. برای جنازه ملیکه. باز چی خیل جنازه سردارم؟ مرده هاشم ما را آرام نمیگذارد. یگانه کش قانونیش تو میباشی. شوهرش است. خیر به من چی سردارم؟ بگذار او را در مزار بی صاحبان گرانند. این خیل نکن یگید. ما را نمیزیبد. مرده رفت. همه امان میموریم. باید با رحم باشیم. سردارم ملیکه مگر به ما رحمی داشت؟ رحمی داشت؟ نه. چه گفت سردارم؟ چه میگفت؟ میگوید که به من چی؟ راست میگوید. بعد از این قدر حادثه تا شوهرش ناید جسد رو نمیدهیم. چی شد نجیب؟ ملیکه از جراحی برآمد؟ او حتانه در آمده بود. چی خیل؟ متاسفانه او مرد. خدا گناههایش را ببخشد. آمین. باوری آدم نمی آید. کاش که عاقبتش این خیل نمیشد. خیر چی کار کنیم؟ دیگر چاره نبود. رانو پدرت می آید. انشالله که بخیر است. یک محکوم را حفظ کردن نتوانستید. در تحت نظارت شما بود. آقای دادستان، من تدبیر خود را گرفته بودم. همین خیل. پس برای چی محکوم مرده است؟ برای چی مرده است؟ پس چرا شما اصرار کردید که محکوم را به سر سود برارید آقای دادستان؟ شاید یگان گپ رو میدانستید. این خودش چی گپ؟ تو چی گفتنی هستی؟ باز مرا تهمت کردنی هستی ها؟ همه کار علیه محکومان شما میکنید. تهدید، شانتاژ، سوءقصد همش کار شماست. تو خاموش شو. با تو کاری ندارم. من اسبه این کار میشوم نجیب سردار. تو در این کار گناهکاری. اسبه شاید من هم اسبهش میشوم محترم دادستان. من حیرانم که چرا شما اینقدر اصرار کردید که او را به سر سود بریم. معلوم است که محترم دادستان چیزی میداند. تشکیلات امنیتی چقدر عاجز بودنش را همه خواهد دید. تو تمام شدی نجیب. فهمیدی مرا؟ تمام شدی. رفتیم. وای چی میگوید؟ مثل همیشه افسانه میگوید. اهمیت ندهید. شما هم سردارم. نباید که بی اهمیتی کنیم.
این مراتب چی نیت دارند آنها؟ муҳтарам бинандагон, ҳар рӯз оиди эркинконду хабарҳои нав меояд. ҳамлаи террористие ки бо сарбозон шуда буд, боз як ҳамлаи дигар ба маҳкум маликаи соилу карданд, дар ҳоле ки аз мақомоти амнияти муҳофизон буданд ва дар маркази шаҳр ин суиқасд амалӣ гардид. пас аз ин амал саволҳои зиёде ба миён хоҳад омад. барои посухи ин саволҳо шахси машҳур дар инсонҳои дуроя ин қадар бисёр буданд. муҳтарам профессор Кая Миник меҳмони мо мебошад. Кая Миник, чӣ гуфтаниҳо доред? чӣ гӯям, ҳама чиз аён аст, ҳамаш кори полис аст. маҳкумҳоро низ полис ҷамъ кардагӣ, баъд дар муҳофизати онҳо оҷиз мемонад. аз тариқи телевизион гуфтан хуб нест, аммо мегӯянд ки гург чӯпон шудааст. мегӯянд ки гурӯҳи террористон ба шаҳр даромаданд. ба фикри шумо мақомоти амният тадбири андешидааст? аз куҷо мегиранд, аз куҷо? тадбири амният нӯки бинии онҳоро дида наметавонад. пас чӣ бояд кард? халқҳо дар хавфу хатар аст. ин масъаларо на сиёсатмадорон ҳал карда метавонанд ва на мансабдорон. ки ҳал карда метавонад? суроға маълум, ҳамаш маълум аст. даф шавравӣ, ин профессорро нобуд кардан дар кор. ин ҳам як дурӯя аст. эй, ин дурӯяҳо дар телевизион баромада худашонро одами хуб нишон медиҳанду, лекин хуни халқро мемаканд. ба мо бар ин бечораҳо ақл ёд медиҳанд. ин ҳам мамлакат шудаанд. кист дар он ҷо? чӣ гап аст? эй, мошинро ба оғӯш нагир. ин мошини мудири ман аст. эй, ҳозир ман ба ту нишон медиҳам. мудирам шумоед? чӣ шуд хайри? дар ин ҷо ягон харгӯши модарро интизор будӣ? чаро ин мошинро насупурдӣ? чаро насупурдӣ? муҳтарам мудир, мошин хеле қимат аст. ин мошинро ба касе намедиҳам мудирам. охир ин мошини хуб аст, ҳайф мешавад ба худо. хайри, ин мошинро пагоҳ бурда месупорӣ, фаҳмидӣ? майлаш мудирам, пулашро оварда ба шумо медиҳам. чӣ хел пул? пагоҳ бурда фурӯхта меоям. зуд ба толори фурӯши мошинҳо бурдан лозим. ман мегӯям ки ба ман танҳо 20% бас аст. хайри, хайри. хуб майлаш, 15%. ҳозир хайри. майлаш, охир мудирам, асабӣ нашавед. як хона харем, як мошини либосшӯӣ, як то дегу табақшӯӣ бисёр хуб мешавад. хайри, агар ҳозир ман сари туро ба мошинаи ҷомашӯӣ андозам чӣ мешавад? йигит баромад ба майдон, дар дасташ гурзи гарон. хайри, ту чӣ хел инсона? каме пеш инро аз телевизион шунидам. янгаи малика дар ҳақиқат ҳайф шуданд. хайри, дар ин мавзӯъ дигар гап назан, хоҳиш мекунам. дигар гап назан, фаҳмидӣ? маҳз аз ин мавзӯъ гурехта ба ин ҷо омадам. аз куҷо донам ака? шумо ӯро дӯст медоштед, бешӯхӣ дӯст медоштед. малика мегуфтед чашмонатон медурахшид, ё дурӯғ? дурӯғ будааст бачаҷон, дурӯғ. ҷавоб диҳед охир мудирам. ман дӯконро маҳкам кардам хайри. вақти кори ман тамом шуд, фаҳмидӣ? шаби хуш. шаби хуш. бачаҳои ҳаррӯза куҷоянд? намедонам. имшаб моро равон карданд. майлаш, кани гузаред. майлаш, биё чизҳоямонро гирем. хуб шудааст ака.
خوب تازه کنید همه جا را. باز گپ نشنویم. زودتر از پای کار شوید. در درونیم. خوب بمب را گذاشته زود برایید. آماده شما را میگیریم. مایلش. جناب آقای یلدیرای آمده است. بیاید. مرحمت. بیا یلدیرم جان، بیا. در کجایی؟ در همون جایم. فرمان دادید آمدم. بسیار خوب کردی، تو را یاد کرده بودم. پس از این قدر وقت دعوتتان سبب دارد. البته دارد. باز به تو کار دارم. مثل روزهای پیشینم. چه خیلی که میدانی این تروریستان رو از کوه دره پیش کنی به شهر میفرایند. آنها که به شهر فرایند ما به آنها هجوم میکنیم. گوش میکنم جناب. هی چیکار میکنی؟ لبای من تو نمیگویم. زود کارتان رو انجام داده از اینجا برایید. مایلا شکر ساز میکنم میبرم، نگران نباش. برادر با من یوریده؟ بیا رویم زینه رو از پایان بیاریم. اینجا بیا. بردار. اوی چیکار میکنه؟ هیکل رو نجنبانید. برادر اگر نجنبانیم نمیشود. شرکت ما با تازگی اهمیت میدهد. از این لایحه احمقانه‌ای که این روزها برآمده است خبر داری به فکرم. شهر بچه هایمان کمند، سول نیست. به همسایه ها هم باوری نیست. به من باشد نه کردها رو میمونم نه دیگرش را. احوالمان از پیشینه دیده بدتر است. تروریستان به شهر فرآمدند. خبر دادند. در همه جایها نقشه خونریزی را کشیدند. ما خودمان یک عملیات مخفی را سر کردیم. و تو بر این وطن دوست احتیاج داریم. همیشه در فرمان شمایم. بزنگید میزنم، پرانگید میپرانم، فکر هم نمی کنم. آدم جمع کرده میتوانی. با ما یک جایه میشوی. کمتر مبلغ هم میدهیم. حالا اینها را گیر به رفیقانه تقسیم کن. بعدتر باقی مانده‌اش را میدهم. خدمت به وطن ملت همیشه وظیفه ماست. به تو برای کار شیر بچه من. مرا شرمنده نکن. پناهت به خدا. تمام کردی بهجت؟ تمام کردیم جناب. حاضر میبراییم. شیر بچه من تا فردا صبر کردن نمیتوانم. کریم به این طرف بیا. حکومت استعفا، عسکران به میدان. زودتر می رویم. در اینجا کارمون تمام.
مدیرم یک خوراک تیار کنم. حلوا و نان. حلوای و نان؟ ها؟ نه نمیخوام، تشکر. شما هم راست میگوید مدیرم. این عذاب آخر ندارد. خانه‌دار شدید، دختر جاسوس برآمد. پدرتون رو یافتید، باز از دست دادید. چیزی که گویید حق دارید. میدونم دلگیر شدید. آن حریفان باشند در کوچه ها میگردند. مثل خیری ناترس نیستند. یک روز نه یک روز آنها را دستگیر کرده به دار میکشید. لیکن در سر شما چی فکر ها باشد مدیرم؟ آخر چرا فکر میکنید مدیرم؟ چه هایی که نمیگذرند. اگر میدانستی. دانستن میخواهم مدیرم. صبر کن، سحر شود بعد میبینیم. Arkadaşlar. Biraz sessiz olun. بچه ها التماس در درون قوقا نکنید میلش. Şuraya da bakalım, tamam mı? Aa, burası çok güzel şey. بچه ها من به شما درباره این اثرها گفته بودم. خیلی هیکل زیبا. بله. این اثر یکی از هیکل‌تراشان مشهور است. انا به این رسم نگاه کن. خیلی زیبا. آیا دقت جلب کننده است؟ بله معلمه، ما همه این مصوره ها رو در کتاب دیده بودیم. چرا منتظر میشویم جناب؟ بمب را ترک کنیم. سراسیمه نشو. باید به یک کس زنگ زنم. با کی؟ یگیت. اگر بیاید بمب را نمی ترک کنیم؟ نه، اینقدر زحمت کشیده امان بیفایده می شود. می ترک کنیم. این بمب را تنها برای یگیت نگذاشتیم. تلفن یگیت خاموش است. مدیرم خیزید. اشهد ان لا ببخش خیری، ببخش التماس. خوابتون اینقدر وزین بوده است مدیرم. انا صبحانه هم تیار. تو شب و روز مرا آرام نمیگذاری. با تو گفتم که نمیخورم. من میروم. با کجا میروید مدیرم؟ مدیرم تلفنتون رو فراموش کردید. خاموش است، با کار نمیدارید. خیری، تو چرا اینقدر سوالهای بیهوده میدهی؟ بس کن غمخوریت را. رفتیم میرویم. با کجا میروید مدیرم؟ میلش
майлаш дигар савол намедиҳам. Шумо ақаллан як имкон диҳед? хар майлаш либосаамро гирифта меоям. این تلفن را گیر و با نجیب سردار گپ زن. با او بگو که یگید را یافته به فابریکه‌ای که در گیکیتخانه است روان کند. خوب شده است اما پلیس از تلفن جایمون را نیابد. نمیابند، غمش را نخور. تو گفتم را اجرا کن. 1 ساعت پس اگر یگید در آنجا نشود بمب را یک جایه با کودکان میترکانیم. از پس یگید شده همه زیر خون میشود. این گپ ها را بگو. اوچه اکا یگید باز گم شده است. چرا نامد؟ از کجا دانم؟ کار داشتگیست. دادا به جنازه اپای ملیکه می روید؟ اگر یکی جسد را نگیرد به ما نمیدهند دخترم. او باشد پروا ندارد. هیچ کس یگید را خشمگین کرده نمیتواند. بله، لیکن یگید برای او شده جانش را به خطر گذاشت. قریب میمرد. من میارم دادا. مرحمت دادا جون. نجیب الماس مرا گوش کن نجیب سردار. حالا ما در یک مکان استانبول که پر از خوانندگان است بمب گذاشتیم. تو کیستی؟ چی میخوایی؟ برای ما یگید را یافته میدهی. نباشد همه زیر خون میماند. اگر یگید در بین 1 ساعت به فابریکه کگیدخانه نآید پس همه زیر خون میمانند. مسئول این باشد یگید و توی نابکار میشوی. مرا فهمیدی؟ مرا گوش کن. سرت را میبرم. 1 ساعت وگرنه کودکان بیگناه میمورند. چی شد سردارم؟ ممدو با من بیا. باز چی شد نجیب؟ سردارم شما رو که اینقدر به خشم آورد؟ نفهمیدم راست گفت یا شوخی کرد. شخص تلفن کرد گفت که در سالن رسمخانه بمب گذاشتن. میترکانند بمب را. یگید را میخواهند. اگر نهایت میترکانند. خدایا پروردگار انا حاضر قند زن و یاب. چیکار میکنیم سردار؟ نمیدانم. اولا یگید را یافتن لازم. از شب باز جواب نمیدهد. انشالله حاضر جواب میدهد. ای یگید برای چی جواب نمیدهی؟ شاید تلفنش را در خانه فراموش کرده است سردارم. ممدو 2-3 کس را همراهت گیر. یگید را به فابریکه که در کگیدخانه باشد دعوت کردم. کنی رفته بین یگان کس هست یا نه؟ ایتو است سردار. شما چیکار میکنید؟ من باشد کوشش میکنم که یگید را یابم. مایلش سردارم. الا آتی مرا خوب گوش کن. در حال مکان یگید را یافتن لازم. مبشای تلفنش را یافته میتوانی. لیکن تلفنش محکم است. هیچ گپ نیست سردارم. نیم ساعت پس میابم. 15 دقیقه وقت داری آتیف. تا آمدن من حل کن. باز کسی که آخران مراتب به من زن زده بود او را هم یاب. اطاعت. این کی باشد؟ مثل گرگمل. افتش رو بین. یگید در کجا بودی؟ دیدم نشد. قرار دادم که مسئله جنازش را حل کنیم. برای همین از خیری خواهش کردم که به تو زنگ زند. فهمم. میرویم. چی نگاه داری؟ ما رو میگویی. این رو بینا. دیوانه چی؟ آتیف چیکار کردی؟ یافته توانستی؟ کمی مان سردارم. زودتر کمی زودتر. سردارم شما سرم را گرم کردید. رقبی که شما گفتید من کوفته یافتم. عاملی پیشگیری کننده داشته است. 4 حشره دیگر این مکان را معاین کردم. او را یاب. یگید را تستار یاب. بمب را میتر کنم. بمب. آتیف
تستار گفتم اینجا نمیتر که تو کارت را بین. خیلی گوه داغش سردارم. لابه وقت کمان سردار. 10 دقیقه دیگر لازم. حاضر میابیم. بچه ها 8 میشوند. شد. نیم ساعت دیگر وقت داری. اوتی فکر زودتر یا برو. سردار شما مرا بیهوش میکنید. از برای خدا اینقدر زیر فشار قرار ندهید مرا. مسئله مهم است. جان انسان ها در خطر است. اوتی زودتر یا. شکار میکنی نمیکنی او را یا. خوب شده است. میابم سردارم. میابم. بمانده. برای خوراک ناز همیشه وقت هست. مرحمت. اوه. این آشپز بسیار با مهارت بوده است. روزیشه یا گوسفند؟ آمیخته است به فکرم. درونش گوشت قیمه دارد. همین خیل. به فکرم آبجوش است. گوش کن. آیا گوشت قیمه را جوشانده می شود؟ در تنور کباب پختند. وقت هم نزدیک آمد. ایست کمی نوشی جان کنیم. شیرینی ها تیارند؟ شیرینی ها تیار. ایگیت پیدا نشود هم بمب رو میتر کنیم. همه جا رو میتر کنیم. قلمفور رو بمانده. مرحمت. اما خونی بسیار میریزد. باز خوب. دانند که ما جدی هستیم. علاوه این کاری آنهاست. جان انسان ها به مقام امنیت امانت نیست. این را صاحبی کنند. مسئول آنها هستند. کو بپرس یگان کس به فابریکه آمد؟ آلا یگان کس آمده است؟ حالا کسی نامده است اکای بهجت. با دقت باشید. اگر یگان واقع رخ دهد زنگ زنید. اطاعت اکا. راه گرد. بچه ها شما گرد و اطراف رو نظارت کنید. آقا عثمان شما با من بیاید. زودتر. مایلش. با دقت باشید. پلیس اومد. تسلیم شوید پلیس. تسلیم شوید پلیس. زودتر رفته بچه ها رو به یوری دعوت کن. مایلاش. تلفن زنگ زده ایساد است. اکای بهجت پلیس حمله کرد. چی؟ چه ها میگویی؟ 2 کس رو کشتند اکا. سلاحات رو پرتافته. تسلیم شو. زودتر. تلفن رو با من ده. دست ها بالای سر. هی سگ کی هستی؟ بگو سگ کی هستی؟ در کجا بمب را گذاشته؟ اکنون دیر شد پلیس. دیر شد. گبزن گبزن. حیوان. او رو گیره دو بشو ببرید. حال شد سردارم یافتم. در کجا؟ در خبرستان بوده است. آفرین عاطف شعر بچه من. با دقت همگان یگید گندوسالف را که در قبرستان می باشد درحال به نزد من بیارید. شخصانی در نزدیکی او بوده درحال او را زیر نظارت گیرند تا بازدید.
کو شیرین را ده. پلیس به فابریکه حمله آورده است. اکنون چیکار کنیم؟ یگان کار میکنیم. فکرش را نکن. تو هم گیر خور. آدمهایم را کشتند. بلا به پسشان مردن گیرند. زنده ماندنشان خیلی خطرناک است. کنی دهانت را کشو. من به نجیب یک زنگ زنم. بابای خطا کردی سردار. فابریکه را زیر حمله قرار دادی. مرا گوش کن. نمیدانم چی نیت داری، اما از دستم رها نمییابی. درحال از این کارتان دست کشید. بمب میترکد سردار. خوب شده است. 5 دقیقه دیگر مولده. یگید را حاضر مییابم. 5 دقیقه میگوید. گویا جای یگید را یافته است. چی گویم؟ تا خوردن شیرینی مهلت دارد. یافتی؟ خب 5 دقیقه وگرنه جسدها را از آسمان جمع میکنی. مایلش گفتم که مییابم. اینش نمیرسید. یا خدا صبر ده. سبیل آمد. چی شد برادر؟ سردار امنیت نجیب یلمز فوراً مطارد لازم. گیرم ایلش. مرحمت گیری. این ماشین من. کلی در بالایش. کشاده شین. من شما رو میابم. تو در وقتش پاسبان دوزخ بودی مگر برادر؟ تو از کجا دانستی؟ آخر از افتت معلوم است. بسیار گپ نزن. این شیرین را در عرفه در دکان صالح خوری کیف میکنی. بسیار بالذت است. ای بهجت وقت شد اما خبر ندادی؟ ترکانیدن به شما میزیبد. کنی بچه ها تیار شوید. حاضر می رویم. التماس باز کمتری دیگر تماشا کنیم. خوب شد از معلمه می رویم. سردارم بخیر است. در اینجا چیکار میکنید؟ برای چی تلفنات رو نمیکشویید؟ چی شد سردار؟ یگان حادثه ناخوش؟ بسیار هم دهشتناک. بمب گذاشتن. چه خیل بمب سردارم؟ روشن‌تر فرمانید. زنگ زده ایستاده است. یکی را یافتم. اما دیر کردی. این کارا نکنید. انسان‌های بیگناه را نرسید. چه مشکلی که دارید با ما حل کنید. خوب گوش کن سردار.
زود باشید زود باشید کجای ترکید زودتر برایید همه آماده است زود برویم بچه ها تستر ماشینی آتش نشانی را جغ زنید چی شد سردارم؟ با هم گفتید؟ نجیب سردار خوب هستی؟ یاری تاجیلی رو جر زنه خوراک رو با فکرم بسیار خوردیم. خدا چه شد؟ فراموش کردم. بلا با پسش بعد روانش میکنیم. یگیت رو نگرفتیم حالا چیکار کنیم؟ یک بمبئی دیگر این مراتب در باغچه کودکانه که پسر یگیت است. اطاعت. یلدرای با آدمهایش به این جایت محشر می شود. کردهای شما تیارند؟ تیارند. حاضر رفته در گوشهایشان دروغ و فریب میخوانم. ما وظیفه خودمان را حل کردیم. آنها خودشان مصلحت کنند. اگر مصلحت نکنند. آقای مامور اجازه دید ما هم وظیفه خود رو اجرا کنیم. التماس یک ثانیه التماس. طاقت کن. زود یاری تاجلی رو دعوت کنید. آرام باش. طاقت کن. یاری تاجلی زود میرسد. بیا به نوار گیر. تماشا بینانی عزیز چی تبریکی میبینید؟ در قفای من در این بینای رسمی ترکیش با قومد با ما خبر دادند که 8 طلبه به شهادت رسیده است. بسیاری ها زخم دار شدند. با ما خبر رسید که این عملیات رو گروه تروریستان داخلی به عهده گرفتند. آرام باشید آرام باشید. التماس یک طرف است. بینندگان گرامی چه تبریکی میبینید در جای حادثه بسیاری از مردمان جمع شده اعتراض بیان میکنند. این حادثه زود پهن خواهد شد. یک از به کار بزرگ موفق شد. سلام به همه. خوش آمدید. جناب معلوم که خوب شده اید. خیلی خوب نشود. به او خوش خبر آوردید. از این خبر مرده ها زنده می شوند. تبریک میکنم پیک از برادر. تو را تبریک میکنم. ما وظیفه خود را اجرا کردیم. نوبت تو مینیک 2 ساعت پس در تلویزیون برآمد خواهی کرد. در شبکه پروفسور هریزال این فرصت را خوب استفاده کن. حکومت را خوب پس زن. بگو که جنگ شهروندی میشد. بافتن گیره. این کاری من از حاضران. نگران نباشید. جناب این عملیات برای ما بسیار منفعت دارد. بمبئی که در آثارخانه گذاشته بودیم یافتند، اما اینش را نمییابند. باز کله یگید را هم میگیریم. باز تمام خلق را ضد کردان میخیزانیم. صلح آنها را برباد میدهیم. پلیس دشمنی باش. اثبات پلیس رو داد شده گم شده محافظت کردن نمیتوانه گم شده. احتیاط کنید که از این خط نگذارد و با دقت همه جا را تفتیش کنید. قاتلان وطن اینها را باید جزا داد. آنها را به محکمه باید کشید. اینها چیکار میکنند؟ نان ملت رو میخورند. اگر این روز
خوش آمدید برادران، خوش آمدید. اقلان یک چای یا قهوه نشیده می رفتید. ما شما را انتظار می شدیم. این رزالت را بینید. بینید این آدم ها فرزندانمون را به قتل رسانیدن. ما معاف شما را می دهیم. خیلی آرام شوید. این احوال را نگرید. اینجا سریکو یا پشت نیست. در اینجا حفظ و امانی هست. داشت کن دمت را گیر، فهمیده؟ دمت را گیر. آرام شوید. بلا بسر این کار را تشکیل کردم. برادران آرام باشید. قوه این بمب بنهایت کلان می باشد. S4 سردار. این از جنس های بمب های می باشد که تروریستان استفاده می برند. با ارادات از مسافه دورتر کردند. زخم برداشتگان از 20 کس زیاده زخمی شدند. حالا باشد آنها را با بیمارخانه بردند. یگان کسی این حادثه را دید یا اینکه شنید؟ نه سردار. با فکرم پیشکی بمب را گذاشتند. از مسافه دورتر کردند. جستجو را دوام دهید. اطاعت سردار. گریه نکن، آرام باش. همش گذشت. چی شدنش رو من نفهمیدم. در بیرون بودم. ناگهان ترکی شد. رفیقی نزدیکم در درون بود. خدا رحمتش کند. آیا همه این کارها برای من شد سردارم؟ با تو یگان علاقه ندارد دیگید. اینها خون خورند. همینم که باز میترکنند. معلوم است که باز نقشه های دیگر هم دارند. اما آنها مرا خواستند. تو را فریب کرده استفاده میکنند. ما فریفته نقشه آنها نمیشویم. سردارم خدا مدد کند. تشکر آنم. شنیدم برابر دویده آمدم. حادثه را گروه تروریستان به عهده گرفتند. بله گفتم. به آنها نگاه کنید. خلق به پا خسته است. اکنون باز زیادتر می شود. خدا نکند که آنها در کوچه با یکدیگر جنگ کنند. این آدم ها از تخمین کردگی هم بی وجدان تر می باشند. هم رزیل و بی ایمان. شاید مرا میافتند بمب را نمی ترکاندند. اینقدر انسان های بیگناه. به این منظره نگرید سردار. اینها از درنده هم گذراندند. اینقدر انسان بی رحم و رزیل می شده است. اینقدر برادر وطن رو محافظت کردن نتوانستید. ما محافظت میکنیم. شما خواب کنید. شهیدان نمیمیرند. شهیدان نمیمیرند. شهیدان نمیمیرند. شهیدان نمیمیرند. به من گوش کن. به من گوش کن. پایران در مرکز فرهنگی دیجله باشند. مرکز فرهنگی دیجله؟ مرکز تروریستان آنجاست. انا این فرصت فرا رسید. رفتم رفیقان. و من نگرید. شما چکار کردن میخواهید؟ چکار میکنیم؟ شما جزای آنها رو ندید. ما میدیم. ما از آنها میپرسیم. در جایت قرار شین. دولت پلیس دارد. سود و دادستان دارد. حساب پرسیدن کار شما نیست. دیدیم کاری پلیس ها را. در تک بینیمان بمب گذاشتند. آنها بیخبرند. رفتم رفیقان. رفتم. شهیدان نمیمیرند. آنها رو تنها نگذارید. نیتشان بد میباشد. اطاعت سردار. روید. این سفر آنها رو نابود میکنیم. لوازمات ها رو جمع کردید؟ ها، آهن، تروبه و برای زدن چند لوازمات دیگر. اکای بهجاد مرا جیغ زدید. کار ویران شد بسیم. این دشمنان دولت در هر کجا بمب گذاشته گناهشان را باری ما کردان میکنند. تا کی از دست این فاشیستان عذاب میکشیم؟ ما با اسکران تو احتیاج داریم. پلیس اگر به اینجا درآید با سنگ و چوب زنید. مثل مرد ایستادگی کنید. گوید که اینجا از آن ماست. اطاعت اکای بهجاد. نگران نباش. این را با بچه ها تقسیم کن. اینش از تو. خطا فکر نکن. مزد کارت. تشکر اکا. من در اینجا نمیشم. فرمان را تو میدهی. فهمیدی؟ نگران نباش اکا. هیچ کس را در آمدن نمیمونه. میبینم کارت را.
لبای منظره معقولت شد؟ پیکاس هرگز با من خشم نکن. اگر سری وقت پیدا می شدی از بینی کسی خون نمی آمد. به تو نشان میدهم پیکاس. روزها و ماهای دراز چنان شکنجه میکنم که عقلت نمیگیرد. عذابهایی که در فکرت نمیگنجد. یک روز نه یک روز به دستم میافتی. البته میافتی. با تو خاطر رسان میکنم که حق تهدید کردن مرا نداری. حالا خوب گوش کن. اگر به پای خودت آمده تسلیم نشوی و تو از این بدتر منظره را نشان میدهم. گبزن مکانت را گبزن. نترس، من تنها می آیم. نترس. مکان را بدتر زنگ زده میگویم. چی میگوید پیکاس؟ زود باش میرویم ثابت. در راه گپ میزنیم. فهمم. تیاری؟ нигарон набошед, ҳамааш мисли нақшаҳоямон аст. ним кило бомбаи С4 тамоми биноро ба хок яксон мекунад. кӯдакони даруни биноро ҳам. боғчаи кӯдакони атенабуданро медонӣ? сари йигит дар онҷо. ба онҷо мебарӣ инҳоро. тӯҳфа барои йигит? ҳамин хел мегӯӣ, касе шубҳа накунад. майлаш, пас ман меравам. барори кор. раҳмат. ҳам йигит, ҳам фотеҳ. насли мардивен аз решааш хушк мешавад. маро гӯш кунед. фаромӯш накунед. ҳамаамон соҳиби ҳақ мебошем. ҳизбамонро бастанд. ҳоло бошад моро аз ин ҷо пеш кардан мехоҳанд. моро ё ба ҳабс мебаранд ё ин ки мекушанд. ҳоло вақти мо расид. кани маҳорати шуморо бинам, ҳаргиз полисро ба маҳалламон роҳ намедиҳем. майлаш? мо тайёрем. гир. офарин. инаш аз ту. гир гуфтам. ман полисро ба санг намезанам. очаам маро ҷанг мекунад. очаам чӣ кор дорад? чӣ метарсӣ? не, ман наметарсам. набошад ин пулро гир. исмоил. гир гуфтам. исмоил, кан инҷо биё. рафта худатро ба онҳо шарик кардӣ. доғи ноила шудӣ. боз кам буд ки навбати ин кӯтакҳо расида? оча, ту чиҳо мегӯӣ? исмоилро ба ту намедиҳам. ӯро мисли худат мекунӣ. ҳар чӣ ки ба сарам онояд аз пушти ту бар ин тарсончак меояд. рафтем бачаҳо. бештар рафтем. исмоил, ту ба хона даро. гапи акадро ҳаргиз нагир. хуб, шумо равед. ман камтар бозӣ кардан меоям. майлаш? майлаш, дер накун. майлаш. ака, маро интизор шавед, ака. ана исмоилам омад. очаашро фиред додааст. ана омад. ака, маро интизор шавед. чӣ шуд? ман ҳам меравам. пуламро де. ақлат ба ҷояш омад? бо ин пул ба очаам дору мехарам. полисро мезанӣ, ҳа? ба худо мезанам. гириро. додараки ман, хурдакаки ман, рафтем. бародарон, ба куҷо меравед? дарҳол боз ту рафта шахси бомбгузоштаро ёфтаниди. истед, ба қафо гардед. ба хонаҳоятон равед. ба хонаҳоятон равед мегӯям. истед. наравед. намедирад. ватан пора намешавад. ватан با دقت باشد. با کجا میرند این آدم‌ها؟ ба маркази фарҳангӣ ҳамла мекунанд сардорам. дар наздикии маркази фарҳангӣ курдон мебошад. مالا شما در اینجا اغوایی هست. درحال قوای مسلح را زیاد کنید. ما با اونجا میرویم.
اوه سردارم در اینجا هم اکور ویران شده است که ممدو رو گرد میرویم زودتر. با کجا؟ خلق بین هم زد و خورد میکنم. ممدو رو گرد. قماندان قوه های مسلح رو زنگ زنید. چه مقداری که میتوانید به اینجا افسر روان کنید. اطاعت سردارم. سردارم من در فابریک یک شخص رو دستگیر کردم. برای پرسش انتظار شما. بعد با او سر و کار میگیریم. تستر بیا. مرحمت. سلام. این را آقای یگیت روان کرد. هدیه برای مکتب بود است. به خاطر ملکه خانم چطوری میدونید زوجه‌اش بود؟ بله بسیار غمگینیم. خدا به او صبر جمیل دهد. این بازیچه را به خاطر او قبول کنید. آقای یگیت بسیار خوشنود می شود. البته قبول میکنیم. آقای یگیت مهربانی کرده است. مرحمت. بچه ها انا ببینید آقای یگیت بازیچه های نو روان کرده است. بچه ها آرام باشید به همه اتان میرسد. این فاتحه پسر یگیت است. این قدر شیرینک بوده است. این را گیر پدرت روان کرده است. بسیار خرسند شدن. کودکان خوشبختی ماند. اکنون با من اجازت باید روم. اختیاری خودتان. حتما به آقای یگیت تشکری ما را رسانید. آقای پیکاس هدیه او در مکتبند. بله چنان که گفتید. تو میتوانی روی. من در اینجا میستم. انتظاری فرمان میشویم. مایلش اینها کی باشد؟ فاشیستان آمدن. بسیم فاشیستان آمدن. فاشیستان بسیم برویم. آنها بسیارند. بسیم بی عقلی نکن. من چی بسیارند؟ در این دوستاده حق خارستان ها رو گوش کردن نمیستم. رفته برایید بچه ها. بسیم را تنها نگذارید. همه از پسی بسیم. رشید کنده بود. بسیم هم آنها را ما هم همراه نشویم. مرد با فاشیستان. لعنتی ها سر دید مرا. مرد با فاشیستان. سر دید میگویم. لعنت با شما. لعنت حفظ با جمهوری ترکیه. زنید فاشیستان را. زنید بیستید به شما. زنید مرکز اینجا نازینجا اما حمله آوردن. ما در این پیشت قرار داریم. مرکز دقت اینجا زد و خود است. برام نشون برید. مرکز غلبه میکنه. زنید رزالت. به این منظره نگرید. رزالت.
بمب‌ها می‌ترکند، محکوم‌ها می‌میرند، خلق با یکدیگر زد و خورد می‌کنند، وطن پاره پاره می‌شود، رسما پاره پاره می‌شود. بخت روز نمی‌آید. پلیس باشد ایستاده تماشا می‌کند، ابلهانه تماشا می‌کند. گروه تروریستان با این عملیاتشون چه هدف دارند؟ هدفشون باز چی می‌شد؟ ما اکنون در کوه پشتنه در شهرها مجادله را دوام می‌دهیم. روی راست جمهوری بزرگ ترکیه را به میدان می‌خوانند. به میدان. باز به شما میگویم بدون همه قوه‌های عسکری این مسئله حل نمی‌شود. با اجازت شما جناب. یگید منم دوست مهربان پیکاس. من به تو دوست را نشان میدهم رزیل. 1 ساعت پس در انبار انبلی میشوی. اگر همراهت یکون کس دیگر شود خودت گناهکار میشوی. این مراتب خون بسیارتر میریزد. پیشکی به تو گفته بودم. گوش کن، من چیکل باوری کنم که تو بمب را نمیترکانی؟ در یک روز یک قربانی بس است. تنها تو را میخواهم. عملی که به بسگار کرده ای جزایش را میبینی. بعد 1 ساعت میآیم. چی میگوید پیکاس؟ نگاه دار. چی؟ ماشین را نگاه دار میگویم. فرا از ماشین. چی شد یگید؟ هیچ چیزی نه. تو چی کار میکنی؟ مادامی که تنها مرا میخواهد من هم تنها میروم. میدانی که برای تو دام گذاشتم. حیات من در برابر حیات چندین بیگناهان ارزشی ندارد. حالا خودت را برای 10 نفر فدا میکنی، اما بعد چی میشود؟ بسیار انسانها، صدها، هزارها انسان میمورند. به جای من دیگری گیت ها پیدا میشوند. تو هستی، نجیب سردار هستند. یگید مرا رها کن. یگید همه‌اش به خاطر من شد. میفهمی؟ اینقدر بیگناهان قربان شدند. دیوانگی نکن. با تو چی علاقه دارد؟ آنها خون خورند، آنها ظالمند، بس نمیکنند. دستم را کشو زودتر. میبخشی دوستم، رفتنم در کار، علاج دیگر ندارم. شاید مرگ من مانعه مرگ چندین کسان میشود. یگید وای دام است. آرام باشد بچه ها، آرام نباشد چهره شما را میبینه. آرام باشد، بس کنید بچه ها، بس کنید، جنجال نکنید، آرام شدید. جنجال را بس کنید بگیرم، بس کنید، آرام شدید. نیست بود فاشیستان، نیست بود فاشیستان. آرام شدید. آهیش بکنم بود فاشیستان، نیست بود فاشیستان. آرام باشد. پلیس چرا آنها را ملتقی دارید؟ آنها سنگ به پاهایت نمیگیرید. بچه ها چی ساده ای؟ و تو میگویم پرتا احترامون قربانید. مرد به فاشیستان. دیخم شرمندان، آرام باشه شرمندان. یوسف مواجه خود خودت را احتیاط کن. نزدیک نرو یوسف. آرام باشه. مایلا سفرانو. بس کنید، نکار نزدیک نشو یوسف. نزدیک نشو. بس کنید بگویم. سلام نپرتوه. پرتا بعد از این سر داده نشده مردم. آرام شده. آرام باشه. التماس آرام باشه. گندو اینجا شد کلاه های مسلح. در راه می باشم سردارم، در راه. نه داشت بودی قد باشه. مردم بیام. آرام شده.
سردارم خوب است؟ خوبم هیچ گپ نیست تez طرف کلونها رو احاطه کنید نیست باشید نیست دشمنان نیست مردم حاکیلا اسماعیل پسرم در کجایی؟ پسرم یک بار نگاه کن چرا اینقدر تلاش میکنی؟ اینها با کجا میدوند؟ خالا در پای جنگ است پلیس ما را لطاکوب کردند بسیم؟ اسماعیل؟ آنها هم در آنجا بودند وای بر حال من خدایا بر من یاری ده یا پروردگار از دست پسران بی عقل فقط جفا میکشم شانه ترچه باشد مرد به شما فاشیستان لعین برادران خبرنگاران را حفظ کنید شهروندان عزیز آرام باشد اکا من میروم من پلیس را صدا نمیتوانم پولت را گیر سنگا گرفته پرتو رئیس پرتو میگویم مرد به فاشیستان بعد از 300 داده نشده خواهش میکنم از شما نیست باز فاشیستان آرام باشد سر بخورتون شما ده آرومی همه را حال کنید خواهش میکنم از شما آرام باشد نمیتوانم با چند جنگ میکنم همه را با آرامی دعوت میکنم اسماعیل اسماعیل دوره برادران زودتر آقا تو چی کار کردی؟ کودکی خود را کشتی مراد مردنش هست اکنون چی کار میکنیم؟ در حال گریخته پنهان شوید بعد گپ میزنیم بعد برادران خبرنگاران را حفظ کنید از اینجا را بید اینجا خطرناک است یوسف تو کارت رو دوام ده امک من سنگ نزدم مرا مجبور کردن یاری تجلیل را چپسن زودتر یاری تجلیل را دعوت کنه زودتر نام تو چی؟ اسماعیل آروم باش اسماعیل آروم باش کمی صبر کن مایلش امک صبر میکنم طاقت کن اسماعیل پسرم تو را چی کار کردن؟ پسر خوش رو یکم جانکم اسماعیلم را قربان کردن اسماعیل پسرم خوش رو یکم جان مادر نریسی جوانی شهید شده پسرم نریسی جوانی با کجا رفتی چرا مرا پرتافتی